رهبر کلیسای پروسلاوی روسیه در سخنرانیش به استقبال آغاز مطالعات بین المللی ایوان که 12 اپریل سال 2024 در دوشنبه آغاز یافت گفت که روسیه درهای خود را برای ساکنان تاجیکستان گشوده به نوبت خود از آنها احترام بیکم و کاست به دین و فرهنگ روس‌ها می‌خواهد. روسیه درهایش را برای ساکنان سرشمار تاجیکستان گشوده از آنها احترام بیکم و کاست نسبت به فرهنگ روسی و مذهب پروسلاوی را تقاضا دارد. همان گونه که عین چنین احترام پایدیوار حضور کلیسای پروسلاوی روسیه در سرزمین تاجیکستان است، اظهار داشت رهبر روحانی پیروان مذهب پروسلاوی. او تاکید کرد که همکاری کلیسای پروسلاوی روسیه با مسلمانان در شرایط امروزه که برخی قوه‌ها تلاش دارند تا بین روسیه و تاجیکستان تخم نفاق و جدایی بکارند اهمیت بیشتر پیدا می‌کند. او گفت امروز ما شاهد کوشش‌ها برای کاریدن تخم نفاق و جدایی بین خلق‌های ما شده ایم. گروه‌های مختلف خود را در پشت شعارهای دینی پنهان کرده دست به جنایت‌های دهشتبار می‌زنند و می‌خواهند که جمعیت‌ها را جدا کرده آدمان را ترسانند. رهبران مذهب باید تروریست‌ها را بدون چون و چرا محکوم کرده نگذارند که آنها دین را همچون سلاح به کار برند. اپارخه این کلیسا در دوشنبه روز 12 اپریل در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه اینک بار ششم مطالعات بین المللی ایوان را برگزار کرد. بعد حمله خونین روز 22 مارس سال 2024 در تالار کنسرت‌های کراکو سیتی هال در کنار شهر مسکو که 145 کشته به جا گذاشت، پاتریارخ کریل علاقه چندین دفعه به موضوع مهاجران دخل کرد. او قبلا از مهاجران خواسته بود که زبان روسی و عنعنه‌های رایج در روسیه را از بر کنند. روز 24 مارس سال 2024 همگی 2 روز بعد حمله به کراکوس، پاتریارخ کریل در انجمن جهانی خلق روس اظهار داشت که ساکنان روسیه حق دارند که از مهاجران دانستن زبان روسی و احترام به عنعنه‌های خود را طلب کنند. پاتریارخ کریل خاطر رسان کرد که در برخی کشورهای شوروی سابق وضع مشکل اقتصادی حکم فرماست و روسیه همیشه تلاش دارد تا که با کشورهای سابق اتحاد شوروی روابط خوبی همسایگی را برا بماند. اما افزود او روسیه به نوبت خود حق دارد از آنهایی که از این کشورها به روسیه می آیند مناسبت با احترام نسبت به طرز زندگی و فرهنگ خود را طلب کنند. اما در نخستین واکنشش به حمله کراکوس، پاتریارخ کریل گفته بود که دشمنان می‌خواهند پیروان دو دین سنتی روسیه، مذهب پروسلاوی و دین اسلام را به ضد یکدیگر بشورانند، ولی به این در روسیه نباید راه داد. او گفت سناریوهای گوناگونی را با استفاده از عامل‌های دینی و بین قومی به بازی می‌کشانند. ما این را به صورت واضح در حمله مدهش در کراکو سیتی هال دیده ایستاده‌ایم، اظهار داشت رهبر روحانی پروسلاوهای روسیه. یادآور می‌شویم که با اتهام دست داشتن در حمله خونین روز 22 مارس در کراکوس دست کم 17 نفر دستگیر شدند که 15 نفرش از جمله همه 4 متهم اساسی زادگان تاجیکستانند. مسئولیت حمله کراسنogorsk را سازمان تروریستی داعش به دوش گرفت، ولی مقامات روسیه تلاش دارند که اوکراین را به دست داشتن در این حمله عیبدار کنند.